تشکر. طبعا برگزاری نمایشگاه خیلی موثره به خاطر معرفی محصولاتی که ما داریم، خصوصا محصولات وطنی یا به حساب صنایع دستی که میگیم که ما خود شما قسمی که ببینید در این بخش ما 4 بخش عمده کار میکنیم. یک بخش قلم‌بافیه، بخش هنره که شامل تابلوهای هنری میشه، ظروف هنری میشه، دیگه یک بخش چرم‌دوزیه که شامل کیف و بعضی از محصولات دیگه چرمی و بخش دستوزیه که شامل یخنا و سطوچا و دیگه بالشتا و کلن در کل. طبعا که مؤثره به خاطر از اینکه مردم آگاه بشن از محصولات وطنی، اینا رو بتونن که بازار برای از اونا پیدا بکنه. اینا همه به دست به دست هم دیگر میده تا مردم آشنایی و آگاهی کامل پیدا بکنن از آن. بسم الله الرحمن الرحیم. محصولات وطنی ما از شرکت نمایندگی هاشمی سرا هستیم و در بخش بازاریابی کار میکنیم و این توسط یک خانم ایجاد شده و هر چقدر ما کوشش کنیم که از محصولات وطنی خود استفاده کنیم، این کار باعث پیشرفت کشور خود ما باشد و این محصولاتی که می‌بینیم این محصولات وطنی خود ماست، تهیه و ترویج وطنی خود ما شده. افغانستان را تمامی کشورهای همسایه و حتی خود افغان ها من حیث یک کشور واردات می‌شناسند. غافل از اینکه خیلی از محصولات خود افغانستان تولید میشه ولی ممکن است دولت، ممکن است مردم، ممکن است بسیاری خبر نداشته باشه. به طور مثال ما روغن کنجد تولید میکنیم در خود افغانستان ولی روغن کنجد خارجی هم در افغانستان میاد. ما مسائل دیگه خود افغانستان تولید میکنیم ولی مسائل دیگه خارجی هم در افغانستان میاد. و اگر بخوایم این صنعت رشد بکنه باید دولت حمایت خود را داشته باشه با ایجاد همچین نمایشگاه‌هایی که محصولات وطنی را معرفی بکنه و مردم هم بشناسند که ما همچین محصولات داخلی رو داریم که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم به عوض محصولات خارجی. تشکر. Ini nama sudah